سلام علیکم دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشه. زاهد الله محمدی هستم، مسئول فارم فیلمرغ برادران و همچنان تولید ماشین های جوجه کشی. دوستان عزیز، قسم در جریان هستیم ما آموزش ماشین های جوجه کشی را ادامه داده بودیم. ماشین 75 دانه خلا شد. بعد از اون ماشین 150 دانه را تخم بودنه شاندیم. ما 3 قالب تخم بودنه داخل شاندیم. امروز روز سوم از دوستان عزیز، ما تخم‌ها را چرخش میتیم. دوستان عزیز، چگونه تخم داخل ماشین، موضوع ماشین جوجه کشی و آموزشش امروز این است که چگونه تخم داخل ماشین جوجه کشی چرخش بدیم. دوستان عزیز، قبلا ما تخمای مرغ داخل ماشین شانده بودیم، ماشین 75 دانه‌ای که با دست چرخش میدادیم، داخلش میماندیم یا امرای قالب چرخش میدادیم و ان شاء الله آموزش دادیم. دوستان عزیز که ندیدن میتونن در کانال یوتیوب ما فارم فیلمرغ برادران و تولید ماشین های جوجه کشی مراجعه کنند، ویدیوهای آموزشی ما را ببینند و همچنان صفحه کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای آموزشی ما برایتان برسه. دوستان عزیز، ماشین 150 دانه ای را ما قبلا تخم بودنه شانده بودیم. این سرپوش یک طرف میمانم. دوستان عزیز، به این شکل. دوستان عزیز، قسمی که میبینه آب کاملا خالی شده. دوستان عزیز، چون رطوبت امی تف آب که هسته بالای تخما پخش میکنه و رطوبت هم فعلا پایین آمده که باید ما را آب پر کنیم. دوستانی که امی اندازه آب شد آب شد پر کنن. این تخمای بودن از دوستان عزیز که 3 روز از اینها تیر شده. ما چی میکنیم دوستان عزیز؟ یک بار از طرف صبح همین تخمه که داخل ماشین شاندیم، ماشین روشن کردیم، از همین روز اول یک بار از طرف روز تخمه چرخش میتیم. مثلا نماز صبح خواندیم خیستیم، تخمه یک بار چرخش میتیم و یک بار از طرف شب چرخش میتیم. دوستان عزیز، یعنی در 24 ساعت 2 بار چرخش ضروری است. دوستان عزیز، چرخش به این معنی که یعنی همین نطفه که است به یک طرف تخم جمع میشه. مثلا چوچک از داخل تخم نطفه بسته میکنن، نطفه میه یک دم یک بغل میه. هنگامی که ما ایره چرخش 2 روز 3 روز 1 روز ندادیم، باز این نطفه داخل تخم میچسبه، باز باعث مرگ نطفه میشه. دوستان عزیز، چی میکنیم؟ این هنگامی که چرخش دادیم باز یا سا میه او طرف، باز چرخش دادیم باز نطفه او طرف میه. نطفه در حالت رشد می باشد، داخل پوست نمیچسبه. از این خاطر چرخش به این خاطر از دوستان عزیز کدام رول دیگه نداره. ما چی میکنیم دوستان عزیز؟ ما تخمای مرغ گفتیم قبلا که ما تخم مرغ به این شکل داخل ماشین کشاندیم، یک طرف شمرای توش خط میکنیم، به این شکل چرخش میتیم. مثلا به این رقم از طرف صبحی رقم میمانیم، از طرف شبی رقم. این همی چرخش است. چون تعداد تخم بودنه زیاد است و همچنان تخم بودنه خرد است، ما نمیتونیم که مثلا 400 دانه تخم بودنه را چرخش بدیم در 24 ساعت 2 بار. خیلی زمانگیر است دوستان عزیز. از او خاطر ما از قالب استفاده میکنیم. دوستان عزیز، این قالب است. این قالب است که 96 دانه تخم بودنه میبره. قالب این به این شکل بود. دوستان عزیز، ما ایره چی میکنیم؟ یعنی یک باری ما بکشیم دوستان عزیز، این از نزدیک سعی کنه شما دوستان عزیز. این رقم بودک ما ایره دور میتیم به این رقم. یعنی دوستان عزیز این همی چرخش است. مثلا یعنی داخل ماشین این رقم میمانیم، این رقم میمانیم دوستان عزیز و این قالب هم میگیریم به این شکل. این دوستان عزیز خیلی کار آسان، در 5 ثانیه یا 10 ثانیه 400 دانه تخم باشه ما چرخش میتیم، کدام مشکل نداره. و این قالب هم دوستان عزیز به این رقم اینجا یک امانت میمانیمش. این دوستان عزیز این چرخش تخم هاست. یک قالب دیگه میجا جای میشه. ما چون تخم بودنه کم بود، ما فعلا همی 3 قالب داخل از این شاندیم و این دوله رطوبت متوجه باشه که خشک نشه. این را آب پر میکنه، مستقیم زیر پکه میمانه. اگر از این رطوبت سنگ داشته باشه، این باز رطوبت نشان میده. مثلا این رطوبت که است باید اینی
55 الی 60 باشه. دوله رطوبت تک پر کردیم، یک زیر پکه مانیم او بالا میره. مثلا اگر بالا نرفت یک دو از دوگام میمانیم. مثلا اگر زیاد بود از زیر پکه کمکی او طرف میمانیم. به این شکل هر جایی که هم رطوبت 60 پوره کرد ما همونجا قرار میدیم. یک بار از طرف صبح، یک بار از طرف شب چرخش میکنه در 24 ساعت دو بار تا روز 15 دوستان عزیز. چون تخم بودن در 17 روز یا 18 روز چوچه میکشه، در این صورت ما تا 17 روز تا 15 روز تخم چرخش میتیم. بعد از 15 روز باز انشالله ویدیوهای آموزشی ما را تعقیب کنه. انشالله بعد از روز 15 چی کار باید بکنیم برایتان آموزش میتیم. دوستان عزیز کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنه و زنگوله را فشار بده تا ویدیوهای آموزشی ما برای شما برسه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کنیم به این شکل متوجه باشید دوستان عزیز که بیرون نمانه. به این شکل دسته نکنیم سرشه، همینجا بکنیم.